من امروز دفعه اولی که میخوام شعر بخونم. تا حالا نکردم این کارو که بخوام مثلا جای شعر بخونم و این داستانا. شعری که میخوام بخونم از محمد علی بهمنیه. حالا شاعرشو کاری نداریم. یه وقتا یه سری داستانا و شعرها هست به اسم کودک میاد بیرون، ولی داستانی که واسه آدم بزرگسال داره به نظر من خیلی قشنگ‌تره. مثالش مثلا ماهیسیای کوچولو صمد بهرنگیه که خب از درک بچه واقعا خارجه. اینم یکی از همون شعراست. اینجوریه که یه تیکش روایت میکنه راجع به یه دختر کوچولی به اسم گلرخ. یه تیکش روایت میکنه، یه جاهایش هم از زبون گلرخه. آره. میگه که به همون رسم قدیم که با هم حرف میزدیم، زیر گنبد کبود باز میگم، یکی بود یکی نبود. قدیما پنجره های خونه ها رو به صحرا وا میشد. خورشید از بالای کوه خیلی زود پیدا میشد. جلوی پنجره ها این همه پرده نبود، دیوار نبود. تو هوای اون روزا این همه دود نبود، غبار نبود. قدیما میشد کنار پنجره بشینی دروازه ها رو ببینی. آخه شهرهای قدیم دروازه داشت، مثل شهر خودمون که همه دروازه هاش آوازه داشت. یه روز از همون روزا صبح زود یه قاصدک سوار باد خنک اومد از پنجره تو دامن گلرخ کوچولو. دختر خوشگل شهر، گونه‌هاش مثل هلو. بچه‌ها هیچ میدونین قاصدک‌ها همیشه مژده میارن واسه ما؟ اینو گلرخ میدونست. شاید هم شنیده بود. شاید هم خودش با چشماش دیده بود که همیشه قاصدک با خودش مژده داره، خبر خوب میاره. شاید هم قاصدک اینو میدونست که چرا از صبح تا غروب گلرخ این دختر خوب از پای پنجره اونور نمیره. هر کی از بیرون دروازه میاد گلرخ از اون چه سراغی میگیره. قاصدک مژده میخوام. ده بگو خبر چی آوردی برام؟ از کجا؟ از پیش کی میای بگو؟ واسه گفتن چی میای بگو؟ قاصدک راسته که تو خوش خبری؟ از همه قاصدا مهربون تری؟ همه میگن اونی که رفته میاد، یا همین هفته یا اون هفته میاد. صبح تا شب چشام به این دروازه هاست. آخه پس اون که میگن میاد کجاست؟ نکنه گم شده باشه قاصدک، قاطی مردم شده باشه قاصدک، ندونه راه خونه کدوم بره، نکنه شیطونه اونو ببره. قاصدک دلم براش شور میزنه، نکنه دلش یه وقتی بشکنه. آخه اون خیلی ظریفه قاصدک، مثل روح من لطیف قاصدک. قاصدک تو رو خدا راست بگو، اگه اون فقط یه رویاست بگو. قاصدک حرفای گلرخو شنفت. قاصدک هیچی نگفت. صدای سبز درخت، صدای آبی آب، صدای سرخ خروس توی آبادی خواب. آسمون صاف و قشنگ، همه جا آفتابی رنگ، اما گلرخ تو خونه منتظر با دل تنگ. چرا لالی قاصدک، نکنه خواب و خیالی قاصدک. یه دفعه چی شد زبون تو؟ چی شد قلب پاک و مهربون تو؟ چی شد؟ چی شده چرا جوابی نمیدی؟ نکنه هنوز تو اونو ندیدی؟ حرف بزن، تو رو خدا حرف بزن، نکنه اون دیگه قهر کرده با من. قاصدک تو رو خدا از اون بگو، از زمین خیلی ها گفتن، تو از آسمون بگو. چی شده چرا زبون بسته شدی؟ نکنه تو هم ازم خسته شدی؟ گاهی وقتا دل گلرخ میگرفت، مثل وقتی که دل ما میگیره، مثل وقتی که هوا بارونی نیست اما یهو دل ابرا میگیره. گاهی وقتا آدما یه دفعه از همه چی دل میکنن، اما پیداست که دارن خودشونو یه جوری گول میزنن. قاصدک میخواد بیاد میخواد نیاد، به جهنم اگه ما رو نمیخواد. دیگه خوب شناختمش. میدونی من خودم اونو ساختمش، حالا هم خودم خرابش میکنم، از تو رویاها جوابش میکنم. قاصدک حرفای گلرخو شنفت. قاصدک هیچی نگفت. راستی یادمون باشه اگه رویا نباشه خوابمون شبیه بیداری میشه. نمیخوام بگم که بیداری بده، خوبه، خیلی خوبه، اما شب و روز خیلی تکراری میشه. قاصدک اون آخه مال خودمه، واسه من اون نه زیاده نه کمه. زودتر از هر کسی من شناختمش، هرچی باشه خودم اونو ساختمش. حالا هم حیف خرابش بکنم، از تو آینه جوابش بکنم. قاصدک بگو بیاد،
بگو گلرخ همیشه تو رو میخواد. قاصدک حرفای گلرخ رو شنفت، رفت و پیش همه گفت